سلام به شما. به کانال صراحی و جام خوش اومدین. امروز ما به یه موضوعی میپردازیم که برای رشد شخصیتمون خیلی مهمه و میتونه کاملا روشمون رو در مقابله با چالش‌هایی که ممکنه برامون پیش بیاد تغییر بده. ما داریم در مورد مهارت‌های حل مسئله حرف میزنیم. مهارت‌های حل مسئله از جمله قدرت‌های عظیمی هستن که همه ما داریم. مثلا اگه ما بخوایم یه مسئله ریاضی سخت رو حل کنیم یا حتی اگه بخوایم مشاجرات روزمره زندگیمون رو رفع و رجوع کنیم و یا حتی اگه بخوایم با مسائل یه پروژه بسیار پیچیده مواجه بشیم، توانایی ما در حل مسئله کلید موفقیته. اما قبل از اینکه به جزئیات بپردازیم، یه لحظه صبر کنیم تا ببینیم چرا این مهارت‌ها واقعاً مهمه. مهارت حل مسئله فقط به پیدا کردن یه راه حل مرتبط نیست. این یه فراینده که به ما کمک میکنه به صورت انتقادی فکر کنیم، خلاق باشیم و با شرایط مختلف سازگاری پیدا کنیم. باعث میشه که با اعتماد به نفس به چالش‌ها نگاه کنیم و اونها رو به عنوان فرصت‌های رشد ببینیم. پس امروز ما یه سفر به دنیای جذاب حل مسئله رو شروع میکنیم و هر مرحله رو به روشی ساده براتون توضیح میدیم. مرحله اول، شناسایی مسئله. تصور کنین که یک کارآگاه خبره هستین. ما توی این دوره بهتون نشون میدیم که چجوری سوالای درست رو بپرسین، به عمق مسائل بپردازین و بفهمین چی دقیقاً باعث ایجاد مسئله شده. مثل این میمونه که باید گنج مخفی رو پیدا کنین و رمز و رازش رو بررسی کنین. مرحله دوم، بررسی اطلاعات و ایده پردازی هستش. اینجا همونجاست که قرار جذاب بشه. ما شما رو راهنمایی میکنیم که با تکنیک‌های مختلف اطلاعات درست رو جمع آوری کنین و به خلاقیتتون جهت بدین و ایده‌های زیادی بسازین. مرحله سوم، انتخاب بهترین ایده هستش. الان که ایده‌های زیادی دارین، چجوری بهترینشون رو میتونین انتخاب کنین؟ ما بهتون نشون میدیم که چجوری گزینه‌ها رو وضع‌دهی کنین، در مورد مزایا و معایبشون فکر کنین و تصمیمات هوشمندانه‌ای بگیرین. مرحله چهارم، اجرای ایده هستش. حالا وقتشه که راه حل انتخابیتون رو عملی کنین. ما بهتون در مورد برنامه‌ریزی، مدیریت منابع و سازگاری با چالش‌های غیرمنتظره کمک می‌کنیم. و نهایتاً مرحله پنجم، ارزیابی نتایج هستش. هر باری که مراحل قبلی رو به کار ببریم، ازشون چیزای ارزشمندی یاد می‌گیریم. حالا چه تلاشامون موفقیت آمیز بوده باشن یا حتی اگه با مشکلات مواجه شده باشین، بازم تجربه ارزشمندی به دست آوردیم. ما بهتون کمک می‌کنیم تا تجربیاتتون رو بررسی کنین، ازشون یاد بگیرین و یه حل کننده مسئله بهتری توی موارد بعدی باشین. حالا که میدونین توی این دوره چی در پیش داریم، من نمیتونم بیشتر از این صبر کنم که این رازهای حل مسئله رو باهاتون به اشتراک بذارم. این سری آموزشی نه تنها توی زندگی تحصیلی و حرفه‌ایتون موثره، بلکه قدرتی بهتون میده که با اعتماد به نفس با مشکلات زندگی مواجه بشین. پس با ما توی این ماجرای هیجان انگیز همراه بشین، چون میخوایم با هم قدرت حل مسئله رو به دست بیاریم. آماده این؟ فراموش نکنین که دکمه سابسکرایب رو بزنین و بعدش بریم با هم همسفر بشیم. به یاد داشته باشین مهارت‌های حل مسئله جزئی از قدرت‌های عظیمی هستن که همه ما داریم. بیاین این قدرتمون رو کشف کنیم و تأثیر مثبتی روی دنیا بذاریم. توی ویدیوی بعدی می‌بینیمتون.